دوستداران شعر و سخن، شاعران و نوقلمان، اهل علم و ادب، استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف در محفل نوبتی همایون اشتراک داشتند. محفل 18 در تالار کتابخانه ولایتی عاموی به نام تاشخواجه اسیری مرکز ولایت دایر گردید. ضمن سخن افتتاحی شاعر خلقی تاجیکستان طالب کریم آذرخش از موقع و سهم ادبیات معاصر تاجیک در تعلیم و تربیت نسل نورس و جوان ابراز اندیشه کرد. سپس شاعر عبدالجبار سروش از سفرنامه خود به جمهوری اسلامی ایران سخنرانی نموده ابراز داشت که در زمان صاحب استقلالی دوستی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران قوی گردیده مردمانش با یک زبان حرف میزنند. موصوف علاوه نمود که خلق ایران به ادبیات و فرهنگ تاجیکان ارج میگذارند و احترام میکنند. در جریان محفل از ایجادیات شاعران جوان پارچه ها قرائت گردیده نازکی های نظم و سبک و اسلوب خاصه از طرف استادان توضیح داده شد. باید تذکر داد که خلق تاجیک دارای تاریخ و فرهنگ والای خش بوده با ادیبان معروف خود مشهور جهان گردیده است. بیش از یک سال هست که در حوزه ادبی خوجند محفل همایون فعالیت دارد. این محفلی است که با پرورش استعدادهای جوان و تربیت هم دانشمندان جوان و هم منقدان و شاعران مشغول است. مهمترین نکته آن است که چون با تشبث پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان شاهنامه حکیم فردوسی به همه خانواده ها تقدیم می شود، یک بخش بسیار مهمی این محفل به شاهنامه و شاهنامه خوانی پیوند دارد. من فکر می کنم که فضیلت های این محفل واقعا در تاریخ دوره نو ادبیات ما با رشد هم استعدادها و هم خود ادبیات باعث می شود. در بخش شاهنامه و تمدن فارسی تاجیکی دیرکتور کتابخانه ولایتی عاموی به نام تاشخواجه اسیری از مقام این شاه اثر بیزوال به اشتراکداران معلومات داد. شاهنامه بیزوال فردوسی یکی از شاهکاری های ادبیات جهان است. فردوسی بزرگوار زیاده از 30 سال عمر عزیزش را به آفریدن این کتاب نادر صرف نموده است. همه داستان های شاهنامه عالی و دلپذیرند که خواننده را به خود جلب می نماید. مورد به ذکر است که محفل همایون که با ابتکار و سرپرستی شاعران خلقی تاجیکستان فرزانه و آذرخش با مقصد زیاد نمودن شوق و هوس نورسان و جوانان به ادبیات، بیدار کردن مهارت ایجادکاری آنها، تربیت جوانان در روحیه خودشناسی و خودآگاهی ملی، ترغیب خصلت‌های خوب انسانی تشکیل کرده شده است. سیحون حیدرزاده، مظفر صابرزاده، اخبار.